Мирзоев Нуриддин Маҳмадович, мудири кафедраи зоологияи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. Солҳои охир яке аз масъалаҳои муҳими ҷаҳони муосир ин ҳифз ва нигаҳдории гуногунии биологӣ мебошад ва бояд қайд намуд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии бевоситаи асосгузори Солҳо Ваҳдати Миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сиёсати мақсаднокро амалӣ менамояд. باید تذکر داد که هنوز از دوره اولی صاحب استقلالی سال 1997 تاجیکستان به حیث عضو سازمان ملل متحد عضو به کنونسیای گوناگونی بیولوژی گشت که یکی از دستاوردهای مهم در زمان صاحب استقلالی می باشد و در این زمینه سالهای مختلف در حکومت جمهوری تاجیکستان چندین قانون‌ها عضو به حفظ گوناگونی بیولوژی، عضو به عالم حیوانات، عضو به حدودهای طبیعی مخصوصی سمنده به تصویب رسید که جهت حفظ و نگهداری گوناگونی بیولوژی سهم خود را گذاشتند. یکی از دستاوردهای دیگری مهمی در سمت حفظ و نگهداری گوناگونی بیولوژی در زمان صاحب استقلالی این تهیه و نشر دوم کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان می باشد که سال 1215 با زبان تاجیکی و سال 2017 با 3 زبان با زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی به نشر رسید. باید قید نمود که کتاب سرخ این حجت دولتی می باشد که استفاده عاقلانه گوناگونی عالم حیوانات و نباتات تاجیکستان را به تنظیم می درآورد و به آن نمود حیوانات و رستنی های داخل می گردند که شماره آنها در طبیعت کم باقی مانده است و به محافظت احتیاج دارند. باید تذکر داد که سال 2023 با دستگیری ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان از آن جمله آموزگاران فاکولته بیولوژی، کافدراهای زئولوژی و بوتانیک جهت آموزش و نگهداری نمادهای نادر و کمشماری فاونا و فلورای جمهوری اکسپدیسی‌های مشترک به انجام رسانیدند که در آن دایر به نمادهای نادر فاونای جمهوری تاجیکستان معلومات‌های نوی علمی به دست آورده شد که آن هنگام نشر سوم کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان استفاده برده می شود. باید قید نمود که حفظ و نگهداری عالم حیوانات و نباتات امروز یکی از مسائل مبرم می باشد، زیرا استفاده عاقلانه بردن آن سبب نیاز مردم می گردد و دستاورد دیگری مهمی که در سال 2023 بود این وارد شدن ممنونگاه دولتی به شی پلنگان به میراث فرهنگی یونسکو می باشد و باید تذکر داد که ممنونگاه به شی پلنگان یکی از ممنونگاه‌های اولین تاجیکستان می باشد که سال 1938 تأسیس یافته است و در آن حفظ و نگهداری گوناگونی عالم حیوانات نادر و تغیزار منطقه نیمبیابان تاجیکستان حفظ و نگهداری کرده می شود.